علیکم بچه‌ها. امروز اومدیم آموزشی. میخوایم که ببینیم تو دوران آموزشی و خدمت چه بلایی سر ما آوردن و این ویدیو ولاگ رو تقدیم نگاهتون کنید. ببینید 21 ماه خدمت چقدر سخته و آموزشی اون 60 روز. زندگی 2 روزه ولی خدمت 2 ساله. حتما همراه ما باشید. میزنه هم زیر آفتاب، اصلا همه جوری تو آفتابه. کامنت بذارید. خاک کم بیار دیگه کسکی. من کم نمیارم تو اینجا. اصلا آفتاب گیره؟ آره داداش چشم داره تسلیم شی باید تکی مجازات انجام بدی. 30 تا بشی باشه حسین. 30 تا بشی باشه بعد بازم صداش کسان دیدید؟ آدم خودش بشکنه ولی دلش نه. وای آجی بعد این چه همون خنک بچسبه. 9 10 11 20 ثانیه حسین واسه 12 13 دست انداز 14 15 16 14 بودو 15 بوداشکو 16 پلش 18 اسکو 18 چلگوز 19 یشایی 20 چنبر 21 کیا بچه‌ها دیدی که کسایی که خدمت رفتن میدونستن که ما داخل آموزشی این خودش یه تنبیه. خب من میخوام یکی از اون حرکتایی که تو آموزشی انجام میدادیم و باز بهتون یادآوری فقط کنم. بچه‌ها ببینید آقا این اصل از این کلاشه. یادتونه میگفتم 5 دقیقه بعد اینجوری نگه داری وزن کلاش چند بود؟ بیفته چقدر 4 کیلو. این داشت 5 6 کیلوه. 4 کیلو 400 3 کیلو 600 بزن. حالا بچه‌ها میدونید ما اگه بیفته میدونی چی میشه؟ باید بعد داداش بری تا اون ته پل باز برگردی بیای همینجا تو همین گرما. بدو این خودش تنبیه ولی اگه آره. بیفته یه بچه‌ها ببینید هدفش از نگه داشتن این که اینجوری بوده چون تو احترامات نظامی با سلاح پیشفنگ و پافنگ میکنن، مثلا اینجوری میکنن یا اینجوری میکنن، امکان داره مثلا دارن میگن سرداری چیزی وایس سخنرانی کنه تو در حال آماده باش اینجوری وایسی. خب امکان داره سرم اینجوری تمرین میدن که بدن عادت کنه. خب بریم بچه‌ها. حالا میخواید چالشی ترش کنی در این پام بزن چیز اینجوری شین بشین پاش. نه نمیشه همینجوری شو دیدی بچه‌ها بالا کم میاره. داداش اینجوری چرا نمیاره؟ داره کم میاره. خب داره کم میاره مهدی. خب بچه‌ها میبینی خب صاف کن آرنجو صاف کن. آره فکر کن سلاحه. صاف بابا میکروفون این زیر گلومه. مهدی بمیر. مهدی بمیر. مهدی وقتی موافقت بهت میگم بمیر. داداش صافه دیگه چی رو صاف کنم؟ مهدی وقتی موافقت بهت میگه بمیر چی بهش میگی؟ میگم چشم. نه دیگه باید بگی چرا؟ ارتش چرا نداره؟ بیشتر از این گرم اذیت کنه. بچه‌ها من خودم آموزش کرمان بودم. خب زمستون رفته بودم. هوا اینجا خوب بود. اینجا خوبه. قشنگ دوربین رو نگاه کن. اونجا خیلی گرم‌تر بود. حسین واه بچه‌ها بعدش هم می‌بینید چیه رویه نظامی باید بشه. حسین بندازیم. کجا بندازیم؟ بندازیم بدوی. آقا خب انگاری مهدی و حاجی من نتونستم. چجوری من بدم اینو؟ خب مثلا چالشی تره، تنگ‌تره. تو که بردی تو که نباید بدوی. ولی من میگم به پای رفاقت باید بسیم. چند دقیقه نگه داشتی داداش؟ 2 دقیقه و 20 دقیقه. 2 دقیقه و 20 دقیقه. 2 دقیقه و 20 ثانیه رو میگه 2 دقیقه و 20 دقیقه. که آها نشه. نظامی چرا نمیدوه؟ بعد چیکار می‌کنه؟ بدو میره. بدو چجوریه؟ یه دونه اینجوری می‌کنی؟ چجوری؟ یک. بچه‌ها خیلی سخته این بدو 2 دقیقه اولش راحته. خب حالا یه تنبیه سخت‌تر که گروهتون میشونن تو ویدیو اینه که امیرحسین میدونه. اون آزار رو من بده. بهت یه سنگ میذاره میگه پشتش قایم میشه. مهدی باید پشتش قایم شی. خب قایم شد. من قایم شم. باید داشت تو میخوان گروهتو بشکنن اذیتت کنم میگم پشتت قایم شو من نبینمت. خب الان من باید جوری پشتش قایم شم که منو نبینن. خب واسه قایم میشه.
ولی معلومه نه؟ خیلی بزرگه. قدم دوم ببین اینو بهتون یاد میدم وقتی پای بازی میخواید کنید. مهدی اینجوری کن، اینجوری کن، حالا اینجوری کن، حالا اینجوری کن، گاز بده. گاز بده پایت بره بالا. هر کی بیشترین شنا رو بزنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 زیاد بخواه 27 اون دستش نسوزه 28 27 28 بیا 28 تا 28 رفتم یه 28 تا نرفت باور کن رفتم 29 29 30 حسین تسلیم شدی داداش 20 تا بشین پاشو داریم 20 تا کاری نداری خب ولی با هم میزنی تو بازی قبل با من اومدی منم با تو میزنم باش بریم آقا بشین باشه تو خدمت اینجوری که باید دستت اینجوری باشه ولی دقیقاً چون دستای ما کثیفه خواهشاً اینجوری نمیزنی اینجوری باید باشه اینجوری میزنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 برو دیگه سرویس شدم سابسکرایب یادتون نره جا میگذارد غمی نیست 2 سال درد کمی نیست نیمه باز 20 ثانیه چجوری بیام 20 همینجوری وایسا 2 3 4 5 پات بالا باشه نمیتونم 9 10 11 20 ثانیه حسین وایسا 12 13 دست انداز 14 15 16 حسین برو پایین واقعا حسین گوزی بچه‌ها سکامو این در آوردن توی جلسه بابا شدم همچی یه چالش میدم به نمیدونم تو خدمت بوده یا نبوده چی؟ میخوام چالش گردن بدم چی؟ چالش گردن چیه خب؟ هر کی بتونه بیشترین تایمو گردنشو نگه داره بدون کجا؟ اینکه گردنشو بخوابونه به زمین بچه‌ها من هم کمرم داره میسوزه داره میسوزه هم آفتاب داره میسوزونه من خوراکم اینه انقدر تو باشگاه گردن میزنم 5 دقیقه میتونم گردن اینجوری نگه دارم اون این کار انجام بدید نمیتونید برو حسین دیوید داگینز مناطق محروم دیوید داگینز رو میشناسی؟ آره چند ثانیه شد؟ بچه هوا خیلی گرما واقعا بچه ها گرم. ماشاءالله تواناییشون قویه مخصوصا میتی بدنساز بچه میتی کار میکنه حسین خیلی واسش سخته داداش من خدمت میدم حسین تو آموزشی این حرکات بود آره واقعا دیوید داگین میومد آموزش میداد اگه فهمیدی دیوید داگین چیه؟ نه چیه ناموس حساب کنید ببین واقعا حسین کرده بالاست بچه واسه بچه همون کامنت بذارید حسابش کنید فریم یا چند دقیقه که دیدید واقعا شاید یکی روز خدمت هم نباشه آموزش سرویس شدم خب مهدی نرفته خسته است من یه ساعت 2 ساعت دیگه هم برم باشگاه آره این واقعا ویدیویی که خیلی واقعا دیدی باور کن همین واسه یه روز خدمت هم نمیشه درسته آره واقعا چون بلند بشی حالا ما پتو و نمیدونم آکارت و جایی که رفتن خدمت سربازی رفتن خیلی دوستتون دارم فقط ازتون یه چیزی می‌خواستم کامنت بذارید بعد اینکه یکی از خاطراتون که مثلا تو آموزشی داشتید و واسمون تو کامنت ها تعریف کنید خیلی دوستتون دارم ان شاءالله چیزای دیگه در مورد خدمت و سربازی چالش‌های دیگر هم واسهتون انجام خوب بر نزدن سپاهان این انتظامی ما هم تو آموزشی خوب بر نزده طرف رو چیلی بابا